سلام، من دکتر محمد حسین آهنگر آتشی، متخصص ارتودنسی. خوشحالم که جلسه سوم از سلسله مباحث مربوط به مشکلات و درمانهای ارتودنسی رو به سمع شما میرسونم. اطلاعاتی رو در این زمینه میخوام به شما ارائه بدم. در مورد معاینات خارج دهانی صحبت شد. امروز میخوام در مورد معاینات داخل دهانی برای شما صحبت کنم. معاینات داخل دهانی میتونه بافت‌های نرم رو شامل بشه و یا بافت‌های سخت که همون دندون‌ها هست رو شامل بشه. در مورد بافت‌های نرم مهمترین در واقع بررسی که ما میکنیم موردی که هست زبان هستش. ببینیم آیا زبان موقعیت خوبی داره یا نه. در بعضی از بچه‌ها زبان جلوتر قرار میگیره، بهش میگیم تانگ تراستینگ، یعنی وقتی میخوان صحبت بکنن نوک زبان اونها بین لب‌ها و بین دندون‌ها قرار میگیره و صحبت میکنن و این باعث میشه که دندون‌های جلو از هم فاصله بگیره و تبدیل به یک مشکلی بشه به نام اوپن بایت، یعنی دندون‌های جلو از هم فاصله دارن. خب بس زبان رو ما به این صورت موقعیتش رو در نظر میگیریم. در واقع ریشه زبان که بهش میگیم لینگوال فرنوم، زبان متصل هست به پایین. خب زبان خودش کمک میکنه به رشد فک پایین. افرادی که زبانشون کوتاه هست و عذر میخوام حالا کوتاهی زبان در بعضی‌ها نعمت هست، ولی در بعض بچه‌ها که زبان عقب‌تر هست این باعث میشه که اونجا بعضیا فرنوم لینگوالشون اونجا گره خورده و نمیذاره که زبان به سمت جلو حرکت کنه، باعث میشه که مندیبل اونها هم رشد نکنه و فک پایین اونها عقب‌تر باقی بمونه و یک معضلی رو ایجاد میکنه. یا در مورد لب بالا، ما یه فرنوم لیبیال داریم اینجا. درست وقتی که لب رو بالا میزنیم اونجا یه قسمت گوشتی هست که اتصال گوشتی که میاد بین دندون‌ها قرار میگیره که در حالت نرمال این یک حالت در واقع طبیعیش به این صورته که نباید باعث بشه که وقتی لب بالا رو شما عقب میزنید این قسمت سفید بشه. وقتی سفید شد یعنی اینکه اتصالات فرنوم لیبیال خیلی زیاد هست، طویل هست و اومده ریشه اونها به سمت ریشه دندون‌ها قرار گرفته. خب اون موقع باعث میشه که این دندون‌های جلو از هم فاصله بگیره، بهش میگیم دیاستما. دندون‌های قدامی بالا از هم فاصله میگیره، یه فاصله در واقع بین این دندون‌ها میفته که یک حالت در واقع مشکل هست و نیاز به درمان داره. در مورد معاینات بافت نرم توجه خاص باید به لثه بشه که بعضی از مناطق هست که در اونها لثه افت کرده یا تحلیل رفته و یا اینکه اوولا در واقع اون قسمت کام نرم هست که در انتهای کام نرم یه قسمت برجستگی هست برای صحبت کردن و یا عمل خودش رو انجام میده. هم میبینیم که این حالت غیر نرمال داره، ممکنه در شکاف‌های لب و کام مشکل دیده بشه و زبان دو شاخه اونجا به صورت دو شاخه دیده بشه و یا اینکه بیمار قبلا شکاف کام داشته، عمل کرده و اسکار و یا در واقع جای جراحی در اون ناحیه ممکنه دیده بشه یا حتی ممکنه فیستول هایی که ممکنه از سینوس باز شده باشه به داخل دهان، فیستول ها و یا در واقع اون شکاف هایی که قبلا ایجاد شده و عمل جراحی صورت گرفته و این اسکار و اون عمل بخیه اونجا وجود داره. خیلی مهم هست که وقتی بیمار به ما مراجعه میکنه سن بیمار رو بررسی کنیم. سن بیمار شامل فقط سن تقویمی نیست که بگیم بیمار به فرض 8 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه. نه، سن بیمار از نظر درمانی تقسیم میشه به دنتال ایج، اسکلتال ایج و کرونولوژیکال ایج، در واقع همون سن تقویمی. دنتال ایج یا سن دندانی مربوط به دندان ها هست. ببینیم آیا این دندان ها از نظر تکامل در چه مرحله تکاملی هستند. این برای ما خیلی مهمه. ممکنه یک فردی باشه که سنش حتی مثلا از اون سن تقویمیش بالا باشه یا پایین باشه ولی سن دندانیش ممکنه تغییر کرده باشه. و اسکلتال ایج هم که مربوط به رشد فکی و استخوان‌های اون بیمار هست.
در مورد سن دندانی باید ببینیم که آیا دندانها در چه مرحله‌ای از رویش هستند. آیا طبق اون جداولی که ما داریم به موقع دندانها رویش پیدا کردن؟ حالا ممکنه 6 ماه این ور اون ور باشه، ولی به هر حال باید ببینیم اون ترتیب رویشی که ما داریم و زمان رویشی که دندانها دارند آیا نرمال هست و طبیعی هست یا نه، و آیا دندانها مینرالیزاسیون طبیعی خودشون رو در همون مراحل اولیه تکامل داشتن یا نداشتن. خب این مراحل تکامل دندانی رو ما میتونیم به 10 مرحله تقسیم کنیم. مرحله 0 که مرحله است که هنوز جوانه دندانی وجود نداره و بعد میاد به تدریج مرحله 6 زمانی که تاج کامل تشکیل شده و بعد از اون زمانی که تاج و ریشه کامل تشکیل شده و انتهای ریشه یعنی اپکس ما بسته شده. این 10 تا موقعیت رو ما در نظر بگیریم بهش میگیم مراحل تقسیم بندی نولا. در این مرحله تقسیم بندی نولا چند تا مرحله خیلی مهم است. یکی مرحله 6 هست، زمانی که تاج کامل تشکیل شده. وقتی تاج کامل تشکیل میشه دندون به حرکت رویشی خودش ادامه میدن، این آغاز میکنه، آغاز حرکت رویشی دندان هستش. وقتی که 2/3 ریشه تشکیل شد از حد استخوان در واقع فک عبور میکنه، میاد زیر لثه قرار میگیره. وقتی 3/4 ریشه تشکیل شد از لثه بیرون میزنه. خب حتی ممکنه 1 سال طول بکشه تا اون ریشه به اون حد نهاییش برسه و آپکس یا ریشه اون دندون بسته بشه. اینا مراحل 10 گانه نولا هستند که مراحل 6، 7 و 8 خیلی مهم هستند. اما اسکلتال ایج، در اسکلتال ایج ما میان رشد بیمار رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این فرد در چه مرحله‌ای از رشد قرار داره. ممکنه یه فردی باشه که سنش زیاد هست ولی رشد کافی از نظر اسکلتی نکرده یا برعکسش. یکی از راه‌ها بررسی رادیوگرافی مچ دست هست. از مچ دست و انگشت‌های رادیوگرافی گرفته میشه و اونجا هست که مراحل مینرالیزاسیون و مراحل کلسیفیکاسیون استخوان‌های در واقع انگشت‌ها و دست‌ها و دیافیز و اپیفیز استخوان‌های دراز هست که ما نگاه می‌کنیم ببینیم در چه مرحله‌ای هست. خب چرا این مهم هست تقویم در واقع رشد و سن رشد اسکلتال ایج؟ برای اینکه اگه بیمار میخواد جراحی ارتوگناتیک انجام بده، میخواد فکش رو جراحی کنند براش، خب فک پایین یا بالا عقب یا جلو بوده، باید حتما سن رشد تموم شده باشه. حتما در دختران بعد از 17-18 سالگی، حتی در پسران ممکنه بعد از 20 سالگی این اقدام صورت بگیره. بعد میرسیم به دندون ها از نظر اینکه ببینیم آیا اون مینرالیزاسیون و تکامل تاج به نحو مطلوب صورت گرفته یا نه. خب وقتی نگاه میکنیم داخل دهان رو، دندون ها رو نگاه میکنیم ممکنه همچین شکلی ببینیم، در واقع هایپومینرالیزاسیون، یعنی مینای دندون ها دفکت داره و تشکیل نشده و یا اینکه دارای نواقصی هست که به این صورت لکه های زرد ممکنه در روی دندان ها دیده بشه یا حتی هیپرمینرالژیا، فلوروزیس بهش میگیم، فلوراید بیش از حد در آب ممکنه که رنگ دندان ها رو تغییر بده. بنابراین رنگ دندان ها برای ما مهم هست، شکل دندان ها برای ما مهم هست، ببینیم در چه فازی هستن، آیا نرمال هست یا نرمال نیست. ممکنه دندان های لاترال به این صورت پیک شیپ باشه، یعنی خیلی کوچیک باشه و شکل طبیعی نداشته باشه، بهش میگیم پیک شیپ. ممکنه دندون ها اصلا فاصله داشته باشه، میگیم اسپیسینگ، یعنی فضا بین دندون ها پخش شده، یا به این صورت کرادینگ باشه، دندون ها داخل همه و شلوغی در بین دندون ها هست و نامرتب هستند. یا ممکنه دندون نباشه، میسینگ، دچار میسینگ باشه، به فرض در اینجا ما 2 تا دندون رو غایب داریم، و یا دندون سوپرنومرری باشه. خب این تصویر رادیوگرافی همون مریض قبلی هست که دندون میسینگ داره و دندونهاش غایب هستن. یا سوپرنومرری باشه، یک دندون اضافه، می‌بینید که بین دندونهای سانترال یا دندونهای
قدامی بالا یک دندون اضافی اونجا وجود داره. اینجا یک بیماری هست که تعداد بیشتری از دندون‌های در واقع سوپرنومرری یا اضافی در داخل فک هست. وقتی رادیوگرافی میگیریم در این بیمار ببینیم که چقدر دندان‌های زیادتری رو داره بیمار، که این یک حالت نامطلوب و مشکل ساز هست برای بیمار. در یک سندرومی به نام سندروم کلیدوکرانیال دیزوستوزیس معمولاً چنین حالتی وجود داره. شکل دندون‌ها اینجا می‌بینید که دندون‌ها به هم متصل شده، بهش میگیم جمینیشن. وقتی که موقعی که جوانه‌های دندون‌ها به هم متصل میشن و دو تا دندون تبدیل میشن به یک دندون بزرگتر، به این صورت ممکنه حتی دندون اضافه باشه که با اون جوانه قبلی اضافه شده. به هر حال دندون‌ها از نظر شکل نامطلوب هستند. حالا میام به طبقه بندی مالوکلوژن. وقتی که ما داخل دهان اومدیم دندون‌ها رو از نظر رنگ، از نظر قوام، از نظر شکل، از نظر سایز مورد بررسی قرار دادیم و همچنین ببینیم آیا در چه سن دندانی هست، آیا سن دندان‌های شیری هست یا دندان‌های دائمی هست یا در مخلوطی از دندان‌های شیری و دائمی است، بهش میگه میکس دنتیشن. خب تا 6 سالگی معمولا همه دندون‌ها به صورت دندان‌های شیری هستند. 10 تا دندون شیری در فک بالا، 10 تا دندون شیری در فک پایین. بعد از اون شروع میشه به دندان‌های دائمی ارابت بشه و رویش پیدا کنه. از این زمان یعنی زمان 6 سالگی هست که آغاز میشه رویش دندان‌های دائمی. به ترتیب این دندان‌ها اول دندان‌های جلو در میان و بعد دندان‌های وسط. به هر حال اینا رو بعداً توضیح خواهیم داد. بنابراین سن دندانی مهم هست. از 12 سالگی به بعد دیگه همه دندان‌ها دائمی هستن که تا معمولاً 15-16 سالگی هم دندان‌های عقل بهشون الحاق میشه و دندان‌ها کامل خواهند بود. اما بایستی که بعد از اون توجه کنیم ببینیم آیا این دندان‌ها که الان دائمی یا شیری به فرض هستن چه رابطه‌ای با هم دارن، آیا رابطه نرمال هست یا رابطه نرمال نیست. انشالله در جلسه بعد ما میایم اینو کاملا برای شما توضیح خواهیم داد. خسته نباشید. من بقیه برنامه رو انشالله برای جلسه آینده واگذار میکنم. جلسه سوم تموم شد، انشالله در جلسه چهارم در خدمت خواهم بود و بقیه رو توضیح خواهم داد. لطف می‌فرمایید که حتما برنامه ما رو سابسکرایب بفرمایید و اون زنگوله رو فشار بدید. تشکر میکنم. مرسی.